آپارات. امروز اومدم در مورد آپارات حرف بزنم، جایی که خود دارکوب پول داد راش بندازن، الان خودش مونده تو خرجاش. انقدر بچه سال تو شیخته، الان خود دارکوب نمیتونه اینو جمع کنه. خب میرسیم به بخش اول آپارات، جایی که بزرگسالان قابل تحمله، ولی خب بزرگسالاشون هم بچه سالن، یعنی برای بچه سالا ویدیو میسازن. اصلا مسخره ویدیوهاشون. قرار یه حیولا بیاد بخواب بخورتتون، وای بترسه. نترسین چوب تو آستین عطا مکنه. من طرفداراش تو خویم، من میخوام یک ابدا بگیرم. بریم کنار بابا جان، این کسخل باش بخون چکار کنیم. میگم کاملا استدلال دارم میارم و واقعا واقعیه. این داداشش رفته یه چنل زاده این بچه سالم ویدیو میذاره، ویواش هم من بیشتره. تو رو جان مادرت ساب کن، لایک کن. اصلا بخش بعدی که گوشاتون رو از دست میدین، جان مادرتون اگه مشکل گوش داره این ویدیو رو نبینین. بخش بعدی هم بخش بچه سالاشه. یه ماش بچه ساله مشکل داری بی‌ناموس، ما داریم زحمت میکشیم. از تو قنداق در اومده میرن ویدیو میذارن، بعد به این امید که پول در بیارن. عاشق همین بزرگسالای آپاراتر هم هستن. الگوشون کیه؟ بزرگسالای آپاراته. بابا من ریدم تو اون محتوای آپارات. واسه یک نکته بگم، این سابسکرایب پایین ها، میتونی این ویدیو رو مینیمایز کنی. مینیمایز چیه؟ اون داکمه لامسته رو بزنی بری ساب کن چنل منو. ساب کن، لایکم هست، لایکم بکن. سعداد مدنتو رو در بیاری. مشکل داری بی‌ناموس، ما داریم زحمت میکشیم. ساب نکنی شرک میاد تو خواب. نه ببخشید اشتباه شد. ساب نکنی آپاراترها میان تو خوابت. من رفتم گشتم یه چنل پیدا کردم خوراک خودم، امیر مهدی پارتیزان. میخوام انقدر دیس کنم بچه رو، بره شب تو داشتیش کنه، بگه بابا تو رو خدا یکی منو دیس کرده برو بزنه. انده نداشت. خب نخم به تخمم. برای همین رفتم ویدیوشو پلی کردم. چهارقات خوش اومدیم به این ویدیو خیلی خفن از کانال امیر مهدی پارتیزان. توی این ویدیو برای اولین بار توی کانالمون قرار هستش که بریم و تو رو خدا یه سطح بیارین، داره صفر آقم میگیره. تو رو خدا قیافه تخمی، صدا تخمی، اصلا دوربین تخمی، ادیت تخمی. هر کی اعتراض داره بره بیرون. اصلا بابا پرچم فلسطین اونور چیکار میکنه؟ بابا پوستر جی تی گذاشته کنار پرچم فلسطین. وای تو رو خدا من میخوام رضا گلزار گوش شدم. تو رو خدا بودی عوض شدی تا دیدی دوست دارم، زود اخلاقات همه فرق کرد. تو دوستاتم میگفتن یه وقت میپره از دستت برگرد. خب همین بسیز، باید بریم همین بخش رو یکم بگردیم پیدا کنیم یا چند تا مورد دیگه. رفتم یه چنل خیلی باحال، امیر ارار. اصلا یک چنل تخمی قیافه کسخل یعنی یک جوری این کسخله اصلا باورم نمیشه. تامنیلش زده مختار پرنده میشود. بابا به خدا مختار لذت داره نه حرمت داره نه لذت. به خدا من اصلا نمیدونم ما این آپارات را چیکار کنم. ویدیو قبلیش هم زده جی تی ای فقط موتور سواری. آخه بابا این کجاش جی تی ای میخوره؟ یه ربطی باید به جی تی ای داشته باشه تو باید تایتل تو بذاری جی تی ای. این چه سمیه؟ خب حالا بریم یکم به ویدیوش گوش بدیم. یا باید اینا بو خوشی یا باید چیز کنی. میکشم اینا رو. مال کشت پرنده است، اصلا دیگه زمینی نیست، مال کشت. سلام رفقا، خیلی خوشوقت به ویدیو خیلی خفن دیگه. سرتون سلامت همتونش. بچه‌ها امروز قراره که یک اتفاق خفنی که افتاده، خیلی خفنه. ما به 1000 دقیقه بازی بودی عوض شدی تا دیدی دوست دارم، زود اخلاقات همه فرق کرد. دسته بعدی هم دسته کسخل به توان 4. ویدیو رو
از تو یوتیوب دانلود میکنه علی گریزی میذاره تو آپارات، میگه که من ویوام خیلی زیاده، بسوز فشار بخور. خب اصلا پشمام میریزه. بابا تو الان داری به چی پوز میدی؟ به این که ویدیو علی گریزی رو کپی پیست کردی یا اینکه علی گریزی و ویدیوشو دیدی؟ اصلا من بابا تو ویدیو نداشتی، ویدیو علی گریزیه. من نمیفهمم منطقشون چیه. منطق تو بعد ویدیو رو را میگیره بدون تامنیل بدون ادیت، بعد داره آپلود میکنه تو آپارات، بعدم میگه آره من کارم خیلی خوبه، ادیتورم هستم. بعد جالبه یکی براش میشه ادیتور نیاز نداری. پشمام بابا الان خودش مونده به خدا تو ادیت. آقا من نمیفهمم اون الان به درآمد نمیرسه. اولا کی به درآمد رسید؟ و اگه به درآمد میرسید دوربینش رو بهتر میکرد، ادیتش رو بهتر میکرد. داداش تو از اون چی میخوای؟ اون به الان نمیده، تهش بده براش بخوری. در آخر میخوام یه توصیه بهتون بکنم، توصیه برادرانه. شما خواستین انجام بدین، نخواستین انجام ندین. این 3 کارو نکن. آپاراتر رو دنبال نکن، آپاراتر نشو، آپاراتر نکن. نه ببخشید اشتباه شد. تو آپارات نرو. همتون گرم که من حساب میکنین. تا ویدیو دیگه خداحافظ.